خیلی بهتر شده. البته ایمان اینم بگم، یعنی از کلمه یا تعریف کار ما از سلمونی وقتی تبدیل شده به آرایشگری و بعد آرتی شده، بیوتی آرتیستی، خیلی‌ها توی این مسیر زحمت کشیدن. خیلی‌ها توی این مسیر زحمت کشیدن. حمید جاوید هر جا هستی خدا بهت عمر و عزت بده. آره واقعا جزو کسایی بود که جنگید در تحول ایجاد کرد. واقعا دقیقاً همینطوره و خیلی‌ها زحمت کشیدن. ببین الان حتی توی عام مردم حتی تغییر کرده. خیلی هایی که من باشون مخالفم، من خودم شخصا باشون مخالفم، فکر میکنن که این کاره رو کردن که الان میخوام بهت بگم. عامیت مردم ایمان جون اگر خانومی آرایشگر میشد فکر دیگه ای راجبش میکرد. بله. درست. الان خیلی تغییر کرده. خیلی خانوم کارشون چی؟ آرایشگرن. خانواده داماد قبول نمیکردن یه زمان. الان خیلی تغییر کرده، چون از آرایشگری همیشه هم عام مردم دستشون اینجوری میکنن بند میندازه، مثل خواننده که بهش میگفتن مطرب، مثل هنرمند که بهش میگفتن مطرب، که تغییر کرده. طبیعی شده بیوتی آرتیست خیلی ها تلاش کردن این کار انجام بشه. خیلی هم فکر میکنن که تلاش اونا بوده که این کار انجام شده، یعنی اونها کسایی بودن که راجبشون صحبت کردن، نابود کردن بیوتی رو و فکر میکنن که اونها باعث شدن که این تغییر شکل بگیره. ولی من از این خوشحالم که دیگه الان وقتی که یکی میگه که من حالا آرایشگرم یا بیوتی آرتیستم، میگه که چه شغل پولساز خفن خوبی داره. ببین خیلی اجتماع تغییر کرده نظرش راجع به بیوتی آرتیست. من تبدیل شده بیوتی آرتیست. خیلی از زحمت کشیدن به خاطر اینکه واقعا از جون مایه گذاشتن. مثل کسی که تو اسمشو بردی، توی آقایون، توی خانم ها هم داریم. من دوست ندارم اسم ببرم، ولی توی خانم ها هم داریم. اصلا این برنامه داره ساخته میشه. بچه‌ها ما نه کسی رو میزنیم، نه از زدن کسی میخوایم بالا بریم، یا اصلا ما به فکر بالا رفتن نیستیم. این برنامه دلیل اصلا نه بابا، این برنامه ساخته شده فقط به خاطر اینکه خیلی از مشکلات بیوتی ایران واقعا حل بشه. مثلا صحبت میشه که حل بشه. ما مخالف کسانی یا دوستانی یا بچه‌هایی هستیم که از رؤیاهای شما استفاده میکنن و به شما رؤیا رو یعنی میدونن که تو خوراک چیه، خوراک رو بهت میفروشن، رؤیا رو بهت میفروشن و در قبالش پول میگیرن و در نهایت به اون رؤیا که نمیرسی هیچ دیگه یادت میره دیگه رؤیا داشتن یعنی چی. اصلا موضوع برنامه اینه. اصلا مراجعه به اینها داریم صحبت میکنیم، راجع به این افراد داریم صحبت میکنیم. خیلی زیاد شدن، مخصوصا توی این 1 سال 2 سال اخیر. به قبلش بودن، مخصوصا توی این 1 سال 2 سال اخیر که دیگه کرونا کمتر شد، دوباره کارها جون گرفت و دوباره به این شکل شد. خیلی استفاده کردن از این موضوع. من همیشه مهمونام میگم من آدمیم که اسم میارم. اصلا دلیل این که بچه‌ها میخوان که راجع به این موضوع صحبت کنم چون میدونم من آدم رکیم و به راحتی و بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ پرده‌ای و بدون هیچ داستانی ما راجع به همه داریم صحبت میکنیم. ایمان جون ما اسم برنامه کافه هرکاته. بله. من عاشق این لاینم و ولی دلیل نمیشه فقط با هرکات آرتیستا مصاحبه داشته باشیم. من تو مصاحبه ها یکیش وایرال شد با خانم فوتبال صحبت کردم، کارشون رنگ ما با بچهای کراتین صحبت میکنیم، با بچهای احیا سازی و تراپی. قطعا سراغ لاینای دیگه میریم. من توی برنامه راجع به بنده خدا ناخن‌کارا صحبت کردم، گفتم که چقدر میم ساختین راجع به ناخن‌کارا و چقدر زحمت میکشن این لاینه، چقدر زحمت میکشه. اصلا سالن زیبایی الان مدیون ناخن‌کاری که سالنش داره، چون پر کم تایم ترین و پر ترمیم ترین لاین آرایشگریه. یعنی توی کمترین تایم ممکن بیشترین ترمیم ممکن رو داره. یعنی طرف تو 3 هفته 4 هفته یا 2 هفته باید بره ترمیم کنه. موجه کارا هم همینن. رنگ اینجوری نیست، هرکات اینجوری نیست، میکاپ شینیون اینجوری نیست و خیلی ها مسخره میکنن. ببین من با این مسخره کردنی که تو میگی مشکل داشتم و تو داشتی راجبش دقیقاً صحبت نمیدونم باید چی کار کنم.
عزیزانی که این کارا رو خیلی نمیدونن. آفرین. صرفا جهت دیده شدن دست به نمیدونم. من کت اونو به تن نکردم. شاید اگه منم به جای سال 93 سال 1402 وارد میشدم به این صنعت و خیلی و اسمی اون لحظه نداشتم، شاید منم این کارو میکردم. من الان دلیلی ندارم بیام یه سری کارا رو انجام بدم. خداوند بغلم کرده، حال داده بهم، یک اعتباری از گذشته بهم داده. اون موقع مینالیدم، گریه میکردم واسش، گریه ولی زار زدن منظورمه، که همه این کارو کردن، همون کار ما هیچ کاری نکردیم، ما فلانی. نه بابا، هر کی نردبون خودشو داره. آفرین. هر کی نردبون خودشو داره. خیلی قشنگ. آره امین حیایی گفته اینش. ببین یه جا یه حرف خیلی درست رو به جا زدی. گفتی که میخوام برگردم به قبلا. صبر گفت، یه جا گفتی صبر کن میرسی. ببین میخوام در تکمیل حرف الانت بگم که اگر الان ایمان الله قلی در سال 1400 میومد و توی این 401 و 400 و تلاش میکرد، همین کارهایی رو میکرد که بقیه دارن میکنن. الان من احتیاجی ندارم این کارو بکنم چون ایمان الله قلی از اون سال این کارو کرده. ببین با این حرفم طرف نمیتونه خودشو توجیه بکنه که الان کار اشتباه بکنه. ایمان جون آره من گفتم شاید من این کارو میکردم. میدونی آخه یه سریا توجیه میکنن کارشونو. خب الان فلانی این برنامه رو ساخته و فقط داره کسایی رو بیاره که از قدیم موفق بودن. معلومه که این کار میکنه. معلومه که این کار میکنم. معلومه که این کار میکنم که از تجربیات بچه‌هایی که از قدیم دارن کار میکنن. شمایی که الان وارد این صنعت شدی یا توی 2-3 سال اخیر وارد شدی یا خیلی قدیمی الان میخوای دیده بشی و نمیدونی چی کار بکنی، معلومه که این برنامه رو باید به این شکل بسازم. معلومه که من سراغ آرایشگر یا بیوتی آرتیستی نمیرم که 1 سال کارش شروع کرده یا 25 سال سابقه کاری داره و هنوز توی 25 سالش مونده. معلومه که الان نمیتونم با اون صحبت کنم چون دستاوردی نداره. ببین رک دارم میگم. خیلی طرف من دایرکت داره که من شرایط تو برنامه کافرکات اومدن چیه؟ گفتم خانم سوالتون میشه یه بار دیگه پرس، متوجه نشدم. گفت خب چیکار کنم بیام تو برنامه کافرکات؟ گفتم که کار خاصی لازم نیست بکنید. باید آخه میدونید چیه، یه سری فکر میکنن که چون طرف معروفه، چون اینستاگرام خوبی داره، چون چهره است میاد. نه، مگه ما این همه چهره نداریم؟ مگه ما از ایمان الله قلی چهره تر نداریم تو بیوتی آرتیست؟ نه چهره نداریم. نه چهره تر، قدیمی تر از ایمان الله قلی داریم. خب 3 برابر اینستاگرام ایمان الله قلی داریم. اصلا موضوع برنامه کافرکات داشتن اینستاگرام قوی یا اون آدم خفن معروفه نیست. ما با کسی قرار نیست دیده بشیم. اصلا موضوعیت برنامه بچه آخه یکی به من گفتش که تو داری یه شخصی گفت تو داری این برنامه رو میسازی که با مهموناش دیده بشی. گفتم که خب اوکی نظرت محترم، ولی با رزومه‌ای که من از قبل دارم فکر نمی‌کنم دنبال این باشم. پس تو شاید شناختی از من نداری. اوکی اشکال نداره. اصلا مسئله ای نیست. اصلا موضوع اینه که یک شخصی مثل ایمان الله قلی که یک تایمی رو خیلی خوب کار کرده، یک تایمی رو نبوده به دلیل شخصی و الان اومده و با چه قدرتی اومده، دلیلش رو می‌خوایم بپرسیم که شمایی که داری شروع می‌کنی یا مثل ایمان شروع کردی یک تایمی رو سکوت داشتی و میخوای شروع کنی، چی کار کنی که بیای بالا؟ ایمان الله قلی داره راجع به موضوعی که خودش لمس کرده و مسیرش رو رفته داره برای توضیح میده. اصلا دلیل ساختن برنامه کافرکات همینه ایمان جون. یه جمله من بگم حتما در تکامل به حتما بخش کوچیکی از جملات و حرفای درجه یک شما. خواهش میکنم. توی هر لاینی هر کسی با این دوربین حرف بزنم. آره سلام علیکم مخلص. توی هر لاینی هر کسی تو هر جای این دنیا اگر داره کار میکنه، نظر شخصی خودم رو دارم میگم و این نظر از 14 سال تجربه داره میاد و فراز و نشیب‌های بسیار بالایی که با همه جای زندگیم لمسش کردم. توجه 100 با ارزش‌ترین چیزیه که هر انسان داره بعد از زمان. توجه فرمایید. اگر با توجه تمام خودت و برنامه‌ریزی تمام وجود خودت بخوای اقدام کنی، فاصله تو تا شماره 1 هر قسمت و هر لاین عملی در دنیا فقط 2 سال فاصله است. نه؟ الان برات مثال میزنم. چیزی از شمشیربازی میدونی؟ نه متاسفانه. 24 سالته. اوکی؟
ببریم یه ویلا برات میگیرم بالای رامسر، بهترین مربی شمشیربازی دنیا رو برات میگیرم، دغدغه مالی رو ازت میگیرم، ذهنت رو آروم آروم میکنم، همین اتفاقاتی که حالت رو بد میکنن رو ازت دور میکنم. امروز 2024 آقای ساسان داور، شما 2028 آیا جزو مدعیان المپیک شمشیربازی هستید یا نیستید؟ قاعدتاً با این شرط هستم. حالا مشکل داری، غم داری، قصه داری، کیه که تو این دنیا نداشته باشه؟ ببینی میتونی کنترلش کنی؟ ساسان داور یه چیزی بگم. گفتی تو ایمان داری؟ آره من ایمان دارم. عجز خیلی دردناکه. از اون بلند شدم. بریم جلوتر. باید از یکی تشکر کنم. فقط به خاطر یه چیزه. من تمام وجودم رو میذارم به چیزهایی که به من ربطی نداره توجه نکنم. برای همه شدنیه. برای همه شدنیه. اگر نتونستی نخواستی، هیچ چیز دیگه ای توش وجود نداره. این اون تایمی که میذاری رو بقیه تمرکز کنی، همون تایم رو بی ارزش ترین چیزی که نیازه پوله. که نیاز میگی نه باعث 4 سال دیگه فیلمش از من میبینی. اینستاگرام توی این فضا هم داره خیلی کمک میکنه، هم داره خیلی آسیب میزنه. یعنی من توی برنامه‌ام گفتم الگوریتم رعایت کردن الگوریتم اینستاگرام الگوریتم زندگی خیلی‌ها رو به هم ریخته. اینقدر که الگوریتم اینستاگرام رو رعایت میکنه، الگوریتم زندگی خودش رو رعایت نمیکنه. دقیقاً. خیلی داره آسیب میزنه، خیلی جاها هم داره کمک میکنه. قطع بیا. و من نه مخالفشم نه موافقشم. یعنی اگر من کارم به شکلی بود که به اینستاگرام احتیاج نداشتم، واقعا هیچ وقت گوشیم نداشتمش. چون مجبوری خب وقتی که داریش به نحو احسن استفاده کنی، یک سری الگوریتم‌هاشو در واقع رعایت بکنی، ولی به شرط اینکه به الگوریتم زندگی شخصیت اگر متأهلی، اگر مجردی، با خانواده زندگی کنی یا هر چیزی، ضرر بهت نزنه دیگه. میخوام اینو بگم، اینستاگرام به ایمان الله خلی کمک کرد دوباره، ولی اگر الان اینستاگرام ایمان الله خلی همین الانش بگیرن چه اتفاقی براش میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. دوباره یکی دیگه، یه چیز دیگه، یه کار دیگه، یه جا دیگه، یه چیز دیگه. من فروش بلدم. من سلامتی دارم. اینا رو که دارم میگم کلیشه‌ای نمیگم، متوجه انگیزشی نمیگم. حسش کردی؟ آره من یادش گرفتم، خداوند بهم داده، دلم خواست یاد بگیرم و براش قربانی دادم. من این لیوانو میخوام، اسم این لیوان باوره. براش چی دادی؟ من دادم این کاپو، دادم این فنجون رو، رفت. به محض اینکه بهاش رو دادم. آره بابا داداش، من میرو رو دادم با اون عظمت. من سالن میرو رو زدم برادر، 4 تا اتاق وی آی پی طراحان سینما اومده بودن طراحیش کرده بودن. نیویورک 1920، لندن 1920، پاریس 1920، میلان 1920. 100 سال پیش دنیا رو اومده بودن طراحی کرده بودن توش. هفته بعدش گفتم که چی؟ من پلنی ندارم واسش، برنامه‌ای واسش ندارم. نه بابا. هفته بعدش گفتم که چی؟ پلن نداشت. فکر میکنیم هدف داریم، هدف نداریم داداش. هدف ندارن خلق الله، فکر میکنن هدف دارن. من 13 سال کار کردم، فکر میکردم هدف دارم. آقا من وقتی که با آقای گلزار، با آقای حیایی، با آقای جمشیدی، با آقای عطاران کار کردم، یعنی اگه تو امریکا بودم داشتم با جورج کلونی، با براد پیت، با جانی دپ، با تام کروز داشتم کار میکردم دیگه. اوکی، در این اشل کار کردم، ولی فکر میکنم هدف نداشتم. اما الان هدف دارم. الان هدف داری. آره. میدونی دی چی کار میکنی. آره. الان میدونی دی چی کار میدونم چی کار میکنم. زمان بهاش رو باید پرداخت کنی. پس تو زمان میدونی که چیو میشه با پول نخرید. یعنی چی میگن آقا یه چیزی رو که با پول نشه خرید، اون با ارزش که با پول اصلا نمیشه خریدش. دوست دارم که بقیه از نگاه تو بدونن یه همچین چیزی رو. میدونم، ولی چون خودم عملش نکردم و نمیتونم شاید حتی الان عملش کنم، باید بگم. نه میگی آقا
اینو میدونم نمیشه با دقیقاً پول. میدونم چیه بگم. آقا من خودم عملش نکردم، شاید همین الانم اگه قرار باشه نتونم عملش کنم. خواهش میکنم گوش بدید. فقط گوش بده ببین چی میگن اونایی که تجربهش کردن. فقط گوش کن. یعنی آخه آره دیگه، همین میگن که آقا من باید یه بار خودم تجربهش کنم. میگن که طرف من 4 تا پیرنتو بیشتر پاره کردم، تجربه کردن خطاست. میگه که پیرنه که پاره کردی اندازه خودت بود آخه، بذار منم پیرنه خودم پاره کنم. بهاشو باید پرداخت کنی. باید بهاشو پرداخت کنی. آره. هیچ نقطه امنی تو هیچ جای دنیا برای هیچ شخصی وجود نداره. همینطور. این 1000 میلیارد دلار باش، فردا صبح نیست. میتونه نباشه دقیقاً. ولی وقتی که ذهنی ساخته بشه دیگه هست. ایمان جون ما یه سری عکس داریم. بله. میخوایم که راجب عکسایی که میاد توی مانیتور میخوایم راجبش نظرت رو بگی خیلی کوتاه. تو هر کدوم خیلی کوتاه. تصویر اول رو ببینیم بچه‌ها. حمید جاوید، راجبش هم صحبت کنیم. حمید جاوید و حمید جاویدها زیادن نیستن، کم چند تا دونن که اون نسل شروع کردن. اینا رفتن رو مین. درست. اینا جاده رو باز کردن. آره دقیقاً. احترام بذارید. شاید عکس بعدی هم که بیاد احترام بگذارید. آره واقعا احترام بذارید گذاشت ببین. عکس بعدی بچه‌ها شهاب مومنی که راجبش صحبت کرد. نظر شخصیم رو دارم من که فن این آدم بودم، اصلا تعارفی هم ندارم. طرفدارش بودم یه زمان. اینستاگرام آرشگری رو منقلب کرده بود اون روزا. آره. من یادمه همه می‌خواستم بشن شهاب داداش، من خودم می‌خواستم بشم شهاب. دقیقاً. ولی الان دلم می‌خواد ایمان خودم باشم. درسته، کاملا همینطور. مرسی. عکس بعدی بچه‌ها. مهران فرهانی که مهمان برنامه ما هم بوده. یه تعدادی رفیق دارم اینا این شعر هیچ کس رو براش میخونم. همسنگرم، چه کنارم باشه چه دور چه 100 قدمی. یه سری حرفا میبینم مثلا فلانی میره از فلانی میاره فلان کارو میکنه بالا میکنه. مهران مثال میزنم، مهران چون نزدیکترین دوستای منه. اینو تو این دوربین دارم میگم داداش اگر من پشت سر این آدم ها که چند نفر خودتونم میدونید کیان، مثلا مهران، اگر یه جایی دیدید یه حرفی زدیم بدونید ما پشت پرده با هم رفاقتمون 1000. من جونم واسه این رفیقام میره. با اینا شروع کردیم این بازی رو. آره متوجهم. با اینها نسل ما با اینا شکل گرفته. مهران برادرم، واقعا دوستش دارم. منم خیلی دوستش دارم و مصاحبه خیلی جنجالی و جذابی هم با هم داشتیم. عکس بعدی بچه‌ها. پندار بختیاری. رفیق عزیزت. پندارم راجبه تو به همین شکل بودا. بلند شدم به خاطر اینکه وظیفه‌مه که اینجا روی این صندلی و روی این تریبون بگم. اینجا که گفتم سیاه بودم. وقتی که اومدم بیرون پندار فانوس دست خودش رو داد بهم. باریکلا. من نمی‌کردم. امروز میکنم. بهم یاد داد. اگر خوردی و خوراندی، اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم، ذهنیتی، استاد مجید صدیق. اینجا رو باید کات کن، اسمش یادم رفت. اشکال نداره. اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم. اگر خوردی و خوراندی باز هم بهت داده می شود. آره پندار خواست که به من کمک کنه و دمش کم. رفیقه. میاد فانوس دست خودش رو داد. دمش کم. عکس بعدی بچه‌ها. عباس احمدی فر. عباس رو من تا حالا ندیدم. اصلا هم با هم دیگه گپ نزدیم. اسمو تو میتونم ببینم؟ اسما رو؟ عباس و محمد حمزه بعدش. این دوتا کنار هم دیگه خیلی های دیگه زحمت کشیدن و خیلی های دیگه تلاش کردن واسه این کار
و در کشور خیلی از این دو عزیز زحمتکشتر شاید باشن و خیلی تأثیرات بیشتری گذاشتن، ولی این دوتا پرچمدار ایرانن الان. عباس احمدی‌فر و محمد حمزه. آره این دوتا پرچمدار ایران تو صنعت. من اسمش رو گفتم آبروی بیوتی ایران. یعنی یه جورایی میشه گفتش که نشون دادن در سطح بین‌الملل. ببین آرشگری، من راجع به آرشگری و کوتاهی مو میتونم حرف بزنم. خب اجازه این رو دارم از طرف خودم. آرشگری ایران رو با این دوتا اسم کل دنیا میشناسن، با عباس احمدی‌فر و محمد حمزه. آره. عزیزان دیگه هم هستن که خیلی زحمت کشیدن. شهرام خیلی زحمت کشیده، حامد حسنی شروع کننده بود، خیلی زحمت کشیده. آره. خیلی دیگه زحمت کشیدن، ولی این دوتا شدن امضای امضا شدن داداش. امضای هرکات زیر پرچم ایران اسم این دوتا هست. دمشون گرم. زحمت دمشون هم گرم واقعا. دمشون گرم. دم تو هم گرم که به این برنامه اومدی. باعث افتخار که با صحبت کردم و بیشتر شناختمت. من قاعدتا از این به بعد ارتباط بیشتری با هم خواهیم داشت و باعث افتخار منه. ممنون که به برنامه کافرکات اومدی. ممنون که حرفای رو زدی که به درده. ببین تای مسابقه میگم که خب من چی اضافه کردم. ممنون که به این برنامه و بچه‌هاش اضافه کردی با حرفات. ممنون که اومدی و زحمت کشیدی و وقت گذاشتی. برای من و تیم کافرکات خیلی ارزشمند بود. اگر که صحبت پایانی داری با بچه‌ها بکن که من یه کار کوچیک باهات دارم. الهی که تاثیر گذاشته باشه حرفام. نمیدونم شادم نذاشته باشه. خدا کنه که کلامی که از دهانم اومده بیرون دلیلی شده باشه برای حال خوب. چیز دیگه هم نمیخوام. واقعیتت رو پیدا کن. واقعیتت یک آرایشگره که باید یک تأثیری بذاری در مسیر کاریت. اومدی رفتی پول جمع کردی، خونه خریدی، ماشین خریدی، ازدواج کردی، بالا پایین پیجت شد 500 تا. تأثیرت چی بوده؟ چی شد؟ اومدی رفتی تموم شد؟ نه داداش، باید یه کاری کرده باشی. من هنوز هیچ کاری نکردم. امیدوارم که بتونم یه روزی یه کاری کرده باشم. ممنونم ایمان الله ولی عزیز. من احساس میکنم که خیلی مصاحبه‌ایه. مثلا نشست خیلی خوبی با هم داشتیم و من خیلی لذت بردم و از طرف خودم و تیم کافرکات ما یک چیزی رو داریم که برای خودمون خیلی باحالشه. امیدوارم که برای تو هم باشه. ما یک لوحی رو داریم از بچه‌ها. میخوام که بسیار عالی، بسیار دوست دارم جایی باشه که ببینیش همیشه و مرسی. این بخونمش. تقدیمی از تیم کافرکات جناب آقای ایمان الله ولی عزیز. ایمان جان این برای بچه‌های کافرکات، برای تیم کافرکات خیلی ارزشمنده. امیدوارم که برای تو هم ارزشمند باشه. قطعاً چیزی غیر از این نیست و جایی باشه که ببینیش. مرسی که داری زحمت میکشی، مرسی که داری تلاش میکنی و مرسی که داری این آگاهی رو و این اطلاعات رو به آدم‌ها میدی. هر کسی به اندازه خودش برداشت میکنه. واقعا شاید مصاحبه من فقط به یه نفر یه هولی داده باشه، با بقیه دوستان حتما به تعداد آدم‌های زیادتری دلیل میشه برای حرکتشون. مرسی ازت ایمان جون. خداحافظی میکنیم ازتون تا یه مصاحبه دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.